وقت بخیر بچه ها. میخوایم جلسه سوم از آردوینو رو شروع کنیم. اول میریم سایت شبیه ساز وچوی. خب سایت شبیه ساز وچوی رو گفتیم اولین منو نیو آردوینو یونو پروژکت رو انتخاب میکنیم، بعد میریم سراغ روشن کردن LED. خب ببینیم بچه های LED میاریم، از بخش گفتیم مثبت LED رو میاریم. بعد جلسه پیش اومدیم LED مون رو روشن کردیم. این جلسه میخوام روشن خاموش کنیم. این طبق معمول بعد گلق هستش، بعد بخوای با گوشی کار کنی خیلی رو اعصابه، ولی با لپتاپ خیلی راحت. خب گفتیم پین پای کوتاه LED رو میزنیم به GND میشه، بعد پای بلند هم 2 تا 13. این سری 12 رو میزنیم، بعد میریم سراغ کدمون. خب تو کدمون گفتیم تو ستاپ دستوراتی نوشته میشن که یه بار اجرا میشن، ولی تو لوپ دستورات بی نهایت اجرا میشن. خب بریم اول LED مون رو تنظیم کنیم با دستور پین مود رو میزنیم، بعد پارانتز باز میکنیم. چون به پین 12 زدیم LED مون رو، این بار 12 انتخاب میکنیم، بعد آتپوت رو میزنیم که یعنی وسیله که متصل کردیم از نوع خروجی هستش. خب اینجا تنظیم شد. بعد میایم اینجا دستور تو لوپ دستور دیجیتال رایت رو میزنیم، بعد شماره پین که 12 انتخاب میکنیم، های رو میزنیم، یعنی رو بهش ولتاژ بده، روشنش کن. خب بعد میایم پایین. خب ببینیم وقتی ما اینو اجرا کردیم، بریم تو سیمولیشن، بعد اجرا میکنیم همش روشن میشه. خب یعنی مثلا هر ثانیه 1000 بار اینو روشنش میکنه. خب ما میریم یه سطر دیگه بعد دیجیتال رایت 12 های، یعنی سطرش 9، بعد میزنیم دیلی یعنی مکس کن، درنج کن. دیلی یعنی مکس کن، درنج کن. خب چقدر؟ 1000 میلی ثانیه. خب اینجا باید با میلی ثانیه، هر 1000 میلی ثانیه 1 ثانیه است. یعنی الان 1 ثانیه یعنی درنج کن. یعنی چی؟ وقتی روشن کردی همونجوری واسه دیگه کاری دیگه انجام نده. خب یعنی مکس کن. خب 1 ثانیه روشن که ما موند، LED که روشن شد 1 ثانیه همینجوری وای میسته. بعد دیجیتال رایت باز 12 رو میزنیم. این سری لو، بعد کامال لو رو انتخاب میکنیم. لو یعنی ولتاژ ازش بگیر، خاموشش کن. خب خاموش میشه. خب حالا اگه بخوایم سیمولیشن بزنیم، ببینید دوباره سیمولیشن رو میزنیم، کلا روشن مونه. ببین اینجا ثانیه‌اش رو میبینی سمت راست، 3 ثانیه، حالا 4 ثانیه شد، 5 ثانیه، کلا روشنه. خب این نشون میده که الان مثلا 5 ثانیه 7 ثانیه است با این آردوینومون رو روشنش کردیم. اینجا درصد ارتباط من با اینترنت ضعیفه، برای همین درصد نشون میده که چقدر. اگه 100% باشه تقریبا 1 ثانیه این برابر با 1 ثانیه ما، چون ارتباط ما ضعیفه پس 1 ثانیه این کنتره. خب برگردیم رو کدمون. خب ببین ما گفتیم بعد این که روشنش کن تو خط 8 اومدیم 9 تو خط 9 گفتیم واستا، بعد 1 ثانیه وای میسته، ولی بعد خط 12 خب دیلی نزدیم، یعنی میاد روشن میکنه 1 ثانیه وای میسته، خاموش میکنه. وقتی خاموش کرد در 1000م ثانیه باز برمیگرده روشنش میکنه. چون بعد روشن کردن دیلی گفتیم واستا، ما میتونیم روشن کردن رو ببینیم ولی نمیتونیم خاموش کردن رو ببینیم. الان نگاه کنین، الان نمیتونیم الان خاموش کردن رو اینجا ببینیم، برای همین برمیگردیم بعد لو هم تو خط 11 یه دونه باز دیلی میزنیم، دیلی، بعد دیلی 1000 هم میزنیم، بعد تمام. اینجا حالا بزنم من 1 ثانیه روشن، 1 ثانیه خاموش. بله دخترم داره در رو میزنه، میگه پاشو بیا. خب ببینیم 1 ثانیه روشن، 1 ثانیه خاموش، حل شد. خب
بچه این برد گفتیم شبیه سازه، برد واقعی بخوایم یا مثلا LED واقعی بخوایم بس کنیم میتونیم بریم چیز، بذار من اینستا رو بیارم، اینستا بریم، بعد اینستا میام بچه هم همش. خب بریم سراغ اینجا بنویسیم خانه ربات، خانه ربات بزنیم، بعد این آنلاین شاپ ماست. میتونید اینجا قطعات رو ببینید، اگه لازمتون شد خواستین با برد باقی هم کار کنین، با ماژولاش کار کنین، سنسورش کار کنین، اینجا میتونین مراجعه کنین. ان شاء الله که موفق و مؤید باشین.